نتایج جام جهانی جوری رقم خورده که مسیر فرانسه برای ادامه جام خیلی هموار شده. به همین بهانه اسم این قسمت رو گذاشتیم خروس‌ها در هتل. بازی دیشب برخلاف پریشب شگفتی خاصی نداشت و چیزی که فهمیدیم اینه که فرانسه دیگه واقعا خیلی جدی مدعی جامه. نوید فرانسه 3 سوئد 0 که میتونست فرانسه 10 سوئد 0 باشه. ببین شاهکار بود، یعنی فرانسه اصلا یه جور عجیبی سوئدو درید، انگار با سومالی داشت بازی میکرد. واقعا داشت انگار با سومالی بازی میکرد. خیلی قوی بود فرانسه. بازی‌های گروهی فرانسه مثلا سنگال واقعا از سوئد بهتر بازی کرد، یا دوتا بازی دیگهش نروژ که حالا هیچی عراق نروژ سنگال باز بهتر، ولی باز نروژ تیم دوم نروژ قابل احترام تر بود خیلی. خلاصه که اصلا چیز عجیبی. و اولیسه بچانس، این قیچی اولیسه واقعا در حد گل قرن بود، واقعا گل قرن. ببین فرانسه به نظرم تو این بازی نشون داد که در ادامه جام فقط با یک شگفتی و یه اتفاق خیلی عجیب و غریبی باید رخ بده که از جام بره کنار، چون این مربع هجومی رو واقعا کسی نمیتونه کارش کنه. حالا جالبه که وینگر چپش رو یعنی رأس چهارم رو عوض میکنه و هیچ تأثیری تو کیفیت نداره. یعنی بارکولا از دو از بارکولا بهتر. و این کورنر جالبه، کورنر اولیسه میده به دمبله، یعنی اصلا انگار تمرین شده است. بله ستایی اولیسه میده دمبله میده امباپه و امباپه اصلا دیگه انگار خسته شده از این که توپا نمیره تو گل، چون قبلش 2 تا تیرک میزنن، یه گل آفساید میزنن، 3-4 تا شوت خیلی خوب میزنن و دیگه بازی اصلا نمیتونی رو اتفاقات حساب کنی برای که فرانسه ببازه. بعد امباپه هم دقت کردی که بهترین بازی زندگیشو تو فرانسه میکنه. آره تو یعنی رئالشو بذار کنار، موناکو رو بذار کنار، خیلی خوب نی بعضی وقتا، پاریسو بذار کنار، اصلا تو دیوونه میشه تو جام جهانی. رد میره تو جام جهانی. چیکار میکنه؟ واقعا نمایش عجیب بود. و البته به نظرم سوئد اصلا تیم خوبی نیست. نه یعنی سوئد واقعا بد بود. سوئد اصلا توی این بازی اثر دیگه ما سنگال رو دیدیم دیگه، تیم 2 نروژ هم دیدیم، عراق هم دیدیم دیگه. سوئد از همه اینها اسمی بازیکن داره ها، یعنی همون شما عیاری نمیدونم ایساک الانگا یوکرش، 2 تا مهاجم 2 تا تیم تاپ پرمیر لیگو داری و هیچ اثری ازشون تو این بازی نمیبینی، واقعا هیچ اثری نمیبینی. یه صحنه بس برانگیز هم داشت تو نیمه اول، یوکرش توی زمین فرانسه نزدیک خط اوت توپو نگه داشته، 2 تا بازیکن فرانسه خیمه زدن روش و اوپامکانو از زیر اینجوری میزنه تو صورت یوکرش و حتی ویار هم نمیره. این اتفاقات ممکنه اتفاقاتی باشه که فرانسه رو یه جای جام یهو درگیرشون بکنه. واقعا توپ جای مهمی نبود. من نمیدونم اوپامکانو چرا همچی کاری کرد، چون اوپامکانوه و من نمیدونم چرا اوپامکانو فیکسه و کناته فیکس نیست. یعنی زوج چرا باید سالی با اوپامکانو باشه؟ چون اوپامکانو فصل بهتری داشته از کنات. ببین کلا اوپامکانو فیکسه توی تیم دشام، یعنی اعتماد بیشتری داره به اوپامکانو. حتی تو یورو که فکر میکنم بدترین فصل اوپامکانو توی بازم فیکس بود. بازم و یکی از فصلهای خوب کنات توی لیورپول بود، بازم اوپامکانو فیکس بود و دوست داره دیگه. کلا 11 تای اصلی و خیلی دشام یه حاشیه دیگه هم داشت بازی. آخر بازی دشام رفت پیش رایان شرکی، کلی سعی کرد و تقریبا رایان شرکی محلش نداد، یعنی ناراحت بود که چرا بازی نکرد. آره خم شد، کفششو بسته، از زیر دستش در رفت. فکر کن چرکی هم داری شما رو نمیگد چی دیگه. ول کن آقا، فرانسه رو رها کن. خیلی بازی عجیبی بود. اتفاق خاصی نیفته، فرانسه باید یه پای فینال بشه دیگه. نروژ جونم ساحل آجونت رو برد، ولی
ولی محترمه واسم. ساحلاج خیلی خوب بود. آقا دیالو رو چرا دیالو رو فیکس نمی‌کنی؟ چه دیالو فیکس نمی‌کنی؟ این بازیکن رو باید از اول بذاری تو دیگه. من اصلا نمیفهمم یعنی چی؟ بهترین بازیکن تو اختلاف منچستر یونایتد حالا دیگه فصلی که خوبم بودن و دیالو یکی از بازیکن‌های خوبشون بوده، اصلا بعدم بودن دیگه. بهترین بازیکنت بذارش تو دیگه. دیالو بعد جالبه دیالو رو تو بازی‌های دیگه هم میزنه. یعنی اینجوری نیستش که بگی من تو تاکتیکام پپه مثلا نیکولاس پپه بالاتر از چیزی، تو میاری دیالو رو با پپه با هم دیگه دارن با هم دیگه بازی میکنن. چرا اصلا 2 تا بازی رو براش داشت، این دومی هم داشت در بازی اولو که اصلا جلو کلمبیا در آورد داره. این بازی هم داشت در می آورد. واقعیت اینه که یه دونه توپ رو خط نجات داد دیالو، یه گل زد، یه پاس خیلی خفن داد که میتونست گل، یه پاس خیلی قشنگ داد که میتونست بعدش گل بشه، گل نشد. ببین من در مورد این بازی بخوام بگم، به طور کلی ساحل عاج چیره تر بازی کرد، بیشتر بازی دستش بود، ولی نروژ خیلی زهرتارتر حمله میکرد. یعنی نروژ مثلا اگه 3 تا 4 تا موقع داشت، 3 تا 4 تا موقع خیلی خطرناک داشت که هر کدوم میتونست گل باشه، ولی ساحل عاج اون موقع خطرناکه رو، اون موقع حساسه رو نمیتونست به وجود بیاره. اون که میگی دیگه این باید بره تو گل، اون موقعیت رو در نمیاد. یه اشاره هم کنیم به گل شاهکار آقای نوسا، نه موسا، آره چون به چهرهش هم میخورد که موسا باشه ولی نوسا بود. آره خیلی قشنگ. خیلی قشنگ. یه مانور قشنگ از چپ، از سمت چپ جناح خود نروژ و یه آردو قشنگ دیگه، آردو زیبا، آردو شاهکار. این گل هالند هم بامزه بود خیلی اصلا هالند رو فرم نه، هالند 2-3 تا موقعیت خوب خراب کرد. اینم که خورد واقعا یه گلری مثل مارتینز بود، امیلیانو مارتینز بود، یاسین بونو بود، اینا بود میگرفت. آره و حالا شانس آورد دیگه، گلش هم زد دیگه. این یکی سره قاطی میکنم با خیلی خوب نبود هالند، مستحق گل زدن نبود. یعنی نروژ براش یه گل بود، برخلاف بازی‌های قبلی که هالند باعث گل زدن نروژ میشد. این گل مدیون تیم ملی نروژ. پاس قشنگ اودگارد و کاتپک دوستمون. بله نروژ هم خلاصه رفت و خورد به برزیل. با این بازی فهمیدیم که نه مثل این که مکزیک واقعا تیم خوبیه، واقعا خوب بودن، خیلی خوب. نه اصلا چیره یکی از تیمایی که ما فکر میکردیم هم دارک هورسای جام و یکی از و تیمی که بالاخره حالا متوجه شدیم آلمان خوب نبود، ولی بالاخره توی بازی تای بریکرش برد آلمان رو دیگه، کامبک زد، تو اون استرس، تو اون فشار تونست بازی رو ببره جلوی تیم اول آلمان. من اونجا فهمیدم آلمان چرته که اکوادوری که کروسا رو نبرده بود آلمان رو برد. و خب الان برام یکم واضح بود تقریبا که مکزیک میزنه اکوادور، ولی خوب زد. یعنی این خوب زد، خیلی موقعیت داشت، خیلی مکزیک موقعیت داشت و شوت‌های خوب، مثلا فینیشینگاشون باور نکردنیه، خیلی خفن، دمشون گرم. بهترین فکر کنم بهترین میزبانو گرفتن از آمریکا، یعنی با این برد به نظرم هممون تو ذهنمون این تیم بهترین تیم میزبانه. آخه مسئله که آمریکا هم بوسنی رو احتمالاً خوب میبره، باید باز ببینیم مرحله بعدی چیکار میکنه. ترکیه دیگه، حالا تیم دومش بود. آره دیگه تیم دومش بود، ولی مکزیک هم میتونست با تیم دومش ببازه. نمیدونم درسته؟ مکزیک هم میتونست با تیم دومش ببازه. چک فکر کنم آخرین بازیش با چک بود دیگه. آره با کی بود؟ نه کره با آفریقا بود. با چک بازی آخر با چک بود. بازی آخر با چک بود که برد می‌خواست برای سود و مکزیک بردش، اما آمریکا با ترکیه‌ای بود که حذف شده بود و باخت بهش. حالا متوجه جزئیاتش هستم که آمریکا بازی تیم خوبی بود، ولی من به نظرم تیمی که 3 تا بازی رو باید کلین شیت می‌کرد و کلین شیت کرد. بازی 4 تا بازی کلین شیت کرد. اصلا گل نخورده مکزیک. این بحثه. گل نخورده مکزیک. این خیلی بحث جالبیه. بازی‌ها رو خوب برده.
خوب برده. حالا جلوی کره اشتباه گلر بود ولی بالاخره برد دیگه. برد بازی و به نظرم من تو ذهن من مکزیک بهترین میزبانه، یعنی بهترین تیم، قوی ترین تیم میزبان است. و یه نکته دیگه هم بگم، گیلبرتو مورا وینگر چپ مکزیک، حالا هافک چپ یا وینگر چپ بسته به فرمیشنشون، تبدیل شد به دومین بازیکن جوون تاریخ که توی جام جهانی فیکس بازی کرده بعد از پله افسانه. بعد پله. یه نکته دیگه هم داشت بازی، دومین اخراج بر اساس قانون وینی، قانونی که عاشقشم، قانونی که تو عاشقشی، ولی اینجا منطقی بود. از نظر تو این ببین آلمیرون داشت شوخی میکرد، حالا شوخی نه ولی فوش نمیداد. تو میدونی گفت آره بادی لنگویج دهنت سرویس، ولی داشت فوش میداد. واضح رفت دعواشو اینجوری کرد، گفت فوش میگم، حالا به فوش بعد داد بهش. آره این حقش بود اخراج شه. آره دیگه عصبی شده بودن رفتن اصلا با هم دیگه آخر بازی بود دوی جالبه. حالا من این یه ذره با تبصره میشد ازش رد شد، چون آلمیرون دستش گرفت جلوی دهنش ولی این رفت در گوشش بگه که هیچ چی دیگه نشنوه. ببین رفت در یعنی حالت نمیدونم مثلا یه دوربینی اینور بود شاید میگرفت لیپسینگشو. آره این رفت در یه حالت درگوشی بود، یعنی یه جل دهن گرفتن نیست، درگوشیه. ببین من اگه بازیکن بودم راستشو بخوای برای اینکه از این قانون فرار کنم، همیشه اولی که به باشگاهم گفتم که شلواری که بهم میده جیب داشته باشه، توش کاغذ خودکار میذاشتم، مینوشتم واسه توهین کنم مینوشتم، اون مستند دیگه طرف میداد و راحت راحت فیفا مادام العمر از فوتبال نه مینوشتم، مثلا مینوشتم بی شرف، نشونش میدادم، همونجا پاره میکردم، میخوردیش. آفرین راحت. چون بالاخره بعد بهتره روش‌های خلاقانه‌ای برای ماسک کردن دهن پیدا کنن. ماسک کردن دهن، مثلا بری پس گردن طرف وایسی حرف بزنی. که اونم هست. اون آخه یکم مثلا بازیکن‌ها رفیقات دورت کنن بعد بریم اونجا، ولی پس گردن صحبت کنی خیلی نمیدونم یکم پاسکات. چند روز بعد از جام جهانی 1982 یه روزنامه تو فرانسه میاد نظرسنجی برگزار میکنه که منفورترین انسان روی کره زمین از نظر شما کیه. نفر دوم این لیست در میاد میشه آدولف هیتلر. حالا نفر اول کیه؟ هارولد شوماخر، دروازه‌بان تیم ملی آلمان تو جام جهانی 1982. به همین بهانه اسم این داستان رو گذاشتیم به خونسردی یک قاتل. سال 1982 فرانسه و آلمان میخورن به هم. بازی هم خیلی قشنگه. 3-3 میشه، تو پنالتی آلمان 5-4 میزنه و میره بالا. ولی اصلا برای ما مهم نیست. نیمه دوم یه بازیکنی میاد به نام آقای باتیستون، بازیکن فرانسه است. تعویض میشه میاد تو. یه توپ براش میفرستن، آقای باتیستون فرار میکنه تو قلب دفاع، تک به تک میشه با دروازه‌بان. دروازه‌بان کیه؟ هارولد شوماخر. باتیستون میره به سمت توپ، شوماخر میره به سمت توپ. شوماخر نزدیکتره به توپ. شوماخر میرسه به توپ ولی همزمان با اینکه داره میرسه به توپ، دو تا پاشو میاره بالا و با جفت پا میره توی سینه و صورت باتیستون. باتیستون دراز به دراز میافته. 2 تا دندونش میشکنه، دندش میشکنه، کمرش هم آسیب میبینه و چند دقیقه میره تو کما. پارش میکنه، بیچارش میکنه. و طبیعتا هارولد شوماخر اخراج نمیشه.
نه تنها اخراج نمیشه، حتی داور خطا هم نمیگیره، ضربه دروازه اعلام میشه. این هم برای ما مهم نیست. حتی اینکه اون بدبخت دراز به دراز افتاده هم مهمترین مسئله برای ما نیست. مهمترین نکته این مسابقه و یکی از عجیبترین قاب‌هایی که تو تاریخ جام جهانی شکل میگیره اینه که آقای باتیستون افتاده، همه بازیکنان نگران، متأثر، ناراحت، چه آلمانی چه فرانسوی دورش، کادر پزشکی دورش که آقا این رفته تو کما، اصلا هوشیاری نداره، چه اتفاقی واسش میفته. و آقای هارولد شوماخر چند قدم اونورتر داره روپایی میزنه، اصلا براش مهم نیست و هیچ اهمیتی نمیده. نه تنها روپایی میزنه، نمیره سراغش، هیچ خبری هم از حالش نمیگیره، بعداً بیمارستان هم نمیره، بهش سرم نمیزنه. بازیکنی که داشت میکشت. و فقط یک جمله از شوماخر میمونه. بعد بازی به شوماخر میگن جناب آقای باتیستون رفت کما چند دقیقه، دندش شکست، کمرش آسیب دید، دندوناش شکست، پیامی برای باتیستون داری؟ فکر میکنی شوماخر چه جوابی میده؟ میگه نگران نباشه، پول روکش 2 تا دندونشو خودم میدم. اسپانسر این برنامه مایدس هستش. مایدس یه صرافی بین‌المللی ارز دیجیتاله که اتفاقاً جوایز مسابقه پیشبینی برنامه 1863 رو قرار تقدیمتون. $7,000 جایزه برای برنده های مسابقه ویژه برنامه جام جهانی 1863. اسپانسر این فصل 1863 مایدس. مایدس یه صرافی بین‌المللی ارز دیجیتاله که برای جام جهانی 2026 یک مسابقه پیشبینی طراحی کرد. به برنده هر روز این مسابقه 100 تتر معادل $100 جایزه میده. این تازه اول ماجراست. به نفر 1 تا 3 این مسابقه به ترتیب 2000 تتر، 1000 تتر و 500 تتر جایزه تعلق میگیره. جدای از این شما فقط با نصب اپلیکیشن بازی که اسمش میدیومه 50 تتر ووچر ترید جایزه میگیرید. این 50 تتر به حساب کاربری شما تو مایدس واریز میشه. شما ظرف 1 هفته میتونید باهاش ترید انجام بدید و سود خودتون رو برداشت کنید. 1863 رو از یوتیوب، اینستاگرام و شبکه TMTV دنبال کنید. اینجا 1863. بریم سراغ انگلیس کنگو. تیمی که شما فکر میکنید قهرمان جام جهانی میشه در مقابل برخلاف همه پیشبینی. البته جزو 4 تای برتر که هستم، این توی 4 تای برتر هستن. آره تو پیشبینی‌ها. آره پیشبینی‌ها و محاسبات این الگوریتم‌ها و اینا نمیدونم اینا جزو 4 تای اوله، ولی فکر کنم سوم چهارمه. آره نمیدونم، باید ببینیم تو حذفی چیکار دارن. حالا با تیمای خوبی بازی کردن، نمایششون هم قابل قبول بوده دیگه. واقعیت اینه که نسبت به انگلیس هر سال تو گروهی با یه پنالتی بزنیم بریم بالا و نمیدونم یه دری به تخته‌ای بخوره 2 تا برد بکنیم و یه مساوی، اینا واقعا معلوم بود که انگلیس میره بالا. خوبم بردن. کینم رو فرم، 3 تا گل زده، مصدوم نیست. بله، در کنار بقیه مهاجمای تیمای دیگه که رو فرمن مثل امباپه و مسی اینا. امباپه راستی گلم چیز کرد، تبدیل شد به بیشترین بازیکنی که بیشترین گل زده رو توی مرحله حذفی جام داره با 9 تا گل. با 9 تا گل ژوس فونتین و اینا رو که رد کرد. هیچ 2 تا برزیلی هم بودن الان یادم نیست. اونم رد کرد. آره برزیل. یکیش نازاریو با 8 تا. یه برزیلی قدیمی دیگه هم هست اسمش اونم رد کرد. خب برگردیم سراغ انگلیس و دکتر کنگو. چی میشه بازی؟ کنگو منطقاً باید انگلیس مثلا راحت بزنه. اگه راحت نزنه دیگه باید شک کنیم دیگه. من کاملا عقب. یعنی اگه بازی بکشه به پنالتی من از مواضع عقب. پنالتی که دیگه حالا 120 رقم بکشه تو بعد از مواضع عقب بکشی. تو 90 دقیقه باید بزنه انگلیس. حالا توی حذفی
یه اتفاق میفته که یهو بکشه به 120، ولی اگه باز تو 120 بتونه ببره راحت من اوکی ام باز. ولی خط قرمز پنالتیه. نه یه نتونستی ببری دیگه، یعنی تو 120 دقیقه نتونستی کنگو رو ببری. به خاطر همین من واقعا عقب نشینی میکنم. نه من حس میکنم که انگلیس این انگلیس اون انگلیس نیست. میاد کنگو رو راحت میزنه، ورد نخو، میذاره که خب بریم سراغ سوالات سیلور بازی. آیا هر دو نیمه گل داره؟ آره. آیا انگلیس با اختلاف بیشتر از 2 گل بازی رو میبره؟ بیشتر از 2 گل یعنی 3 به بالا. آره؟ جالبه. آیا 3 به بالا 3 یعنی 3 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 نه 10 بیشتر از 3 گل. بیشتر از 2 گل. 2 گل یعنی مثلا 5 1 هم میشه. 5 کم میشه. اون که هیچی. 10 1 هم میشه. همه رو اختلاف 3 تا داشت. آره دیگه خواست که مثلا خواستم مارجین رو حفظ بکنه ولی تر بشه. بله مثلا 7 1 میبره. بگو خب جواب بده. گفتم بله دیگه. بله. اول من گفتم بله. آیا کنگو بیشتر از 3 کورنر میگیره یعنی 4 به بالا؟ خیلی این سوال سخته. این سوال سختیه. فکر نکنم. 3 تا کورنر 3 تا 4 تا کورنر تازه. 3 تا هم نه 4 تا کورنر از انگلیس بگیره. ببین حالتیه که مثلا نیمه اول گل بخورن بعد مثلا یه ذره سعی کنن حمله کنن انگلیس بذاره حمله کنن. نمیدونم. شاید. اشکال نداره. بریم سراغ یه بازی جذاب دیگه که من فکر کنم با توجه به ضعف دفاعی هر دو تیم از اون بازی پرگل شه. سنگال بلژیک. 2 تا تیمی که خوب گل میزنن، خوبم گل میخورن. نظر شما؟ آره دیگه همه چیزو گفتی راجبشون. به نظرم من نکته دیگه ای ندارم. بریم سراغ هیچ نکته‌ای در مورد این بازی نداری؟ حتی پیش بینی کن کدومشون بیشتر گل میزنه. سنگال یعنی فکر می‌کنی سنگال بلژیک رو میبره؟ اینم جالب میشه. تنها آفریقایی ولی من حس می‌کنم بلژیک سنگال رو میبره. مثلا 4-3 3-2. آخه ببین نیوزیلند رو فقط تونستن گل خوب بزنن بهش. یعنی گل تنها تیمی که تونستن بهش گل بزنن نیوزیلند بود چون مصر به خودش گل زد. آره ولی خب سنگال به فرانسه زده. آره. یه ذره حداقل بازیکناشون رو فرم ترن. یعنی سانه از دیبروینه رو فرم تره. دوکو میرسه ها اینم هست. دوکو که آره دوکو که یعنی رسید یعنی باز نسبت به اون 2 بازی اول که میگی مثلا خوب نبود. بازی اولم دوکو بود. بازی اول فقط بازی دوم نبود. نمیدونم. نه به نظرم سنگال رو تیم بهتری دیدم چون با تیمای بهتر بازی کرد و خوبتر بازی کرد. مثل نروژ و فرانسه که 2 تا زد بود. بریم سراغ سوالات سیلور بلژیک و سنگال. آیا سنگال صعود میکنه؟ قطعا میزنی بله. آیا هر دو تیم گل میزنن؟ بله. که قطعا میزنی بله. آیا نیمه اول بازی گل داره؟ بله. جالب بود. سوالاتش واقعا تکلیفمون مشخصه. بریم سراغ آخری میزبان آمریکا بوسنی هرزگوین. میتونه بوسنی شگفتی ساز بشه؟ نه بوسنی خیلی ضعیف. نه چرا خیلی ضعیف؟ اصلا حال نکردم با بوسنی تو اینجا. چرا کانادا رو که مساوی گرفت ازش با بدبختی بعد میباخت. سوئیس هم تا دقیقه 60-70 باش مساوی بود. بازی آخرش هم که برد و بچپن تو دفاع. بازی آخرش با قطر به قول تو ببین یه چیزایی دارن که خیلی حتی بعضن روی استاندارد جهانیه، مثلا شوت آره قد آره ولی فیزیک دقیقاً ولی مثلا دفاعشون جالب نیست. به قول تو آمریکا هم خیلی ولی خوبه. من هیچ جا نمیزنم که بوسنی میبره. قطعاً صعود آمریکا رو ذهنیتم صعود آمریکاست ولی خب دیگه بسیار یعنی تو این تیمایی که میخوان شگفتی بسازن شاید بوسنی در نظر شگفتی بسازن.
بریم سراغ سوالاش. آیا هر دو نیمه گل داره؟ نه من میزنم نه. من میزنم آره. دو میزنی آره. آیا مجموع امید گلزنی هر دو تا تیم بیشتر از 3؟ جمع امید گل نه. نه. بالا 3. آیا وار استفاده میشه؟ هر بار من اینو زدم آره شد نه. هر بار زدم نه شد شد. آره. با بزنی آره وارو، چون وار زیاد استفاده میشه. نه آخه قضیه اینه تو جام جهانی کم داره استفاده میشه دیگه. آیا بازی با ضربه سر گل داره؟ خوبه این خوبه چون بوسنی بوسنی. سر زیاد میزنه. بزنیم آره. بزنیم آره دیگه. بسیارم. خب حالا به من بگو ببینم انگلیس ببره به کی میخوره یادته؟ انگلیس بله. میخوره به داداشمون میزبان مکزیک. انگلیس اگه ببری میخوره به مکزیک و بلژیک و سنگال و آمریکا و بوسنی هم به هم میخوره. به هم میخوره. یعنی برنده بلژیک سنگال میخوره به برنده آمریکا بوسنی. آمریکا خیلی خوب میتونه پیش بیاد تو جام. تا اسپانیا به میتونه نظر تا من یک میتونه چهارم بوسنیو میتونه بزنه، میتونه اونور برندهشو بزنه. خیلی خوب میشه برای اسپانیا میزبان. پرتغالو تا اسپانیا پرتغالو باید بیاد که بگیم دیگه میزبان حیثیتش نرفت. نه خوبه. بریم سراغ برنده امروز که $100 برده. ما هر روز به بالاترین امتیاز $100 جایزه میدیم. آقا یا خانم اکسیاد که خیلی هم سخت اسمشون، حتی شوخی هم دیگه نمیشه باش کرد. AXSSIAD با 672 امتیاز. شاید کارمند پایگاه خبری آکسیوسه. و جالب اینه که 14 تا درست فقط زده. احتمالاً گلا رو درست زده برده، چون نفر دوم و سوم با 15 درست و 18 درست نتونستن نفر اول شن و ایشون با فقط 14 تا درست نفر اول شده. احتمالاً گلی که زده نشسته. یه گل نشست دیگه. آره دیگه. 2-1 نروژ. احتمالاً گل دیگه هم بوده که آره نشسته. من اونی که تو ذهنم بود آره. گفتم. تو نوش جونش دیگه. نوش جونش. تو چیکار کردی؟ ببین من 2 تا بازی 64 امتیاز آوردم. خب. بازی مکزیکو وقت نکردم چک کنم و همون حالت 2 تا 24 امتیاز نقره‌ای خلاف شد. آره یعنی اون جوابی رو دادم که امتیاز زیاد نداشت. امتیاز کمر رو زدم و اون یه 2 تا 24 دوباره 48 امتیاز. من از زمانی که تصمیم گرفتم سوالات گل رو اسکیپ کنم همه سوالات گل نشسته. متاسفانه. از امروز همه سوالات گل رو میزنم. اصلا ببین نباید نگاه کنی سوال چیه، باید درست رو بزنی. به نظرم درست منظورت نه اون چیزی که فکر میکنی اتفاق میفته رو بزنی. آها. اصلا گل مثلا 2-1 نروژ به نظر من اتفاق میفته، برای چی نزدم؟ آقا یه خانم اکسیاد نوش جونتون، شما $100 بردین. برای دریافت جایزه به اینستاگرام x_mydes مراجعه کنید. ما رو تو فضای مجازی دنبال کنید. اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام 1863 رو فالو کنید. مرسی که برنامه ما رو دیدین. امیدوارم که از برنامه ما خوشتون اومده باشه. ما بازم برمیگردیم. خداحافظ.